استو با دختر به اسم لورن که اهل تایلند هست میخواد ازدواج کنه. اون به همراه 3 تا از بهترین دوستاش و برادر لورن برای مراسم ازدواج به تایلند سفر میکنن. به کانال دلفین خوش اومدین. در این ویدیو میپردازیم به فیلم خماری 2. شخص اول فیلم استو هست که دندون پزشک و فیلم برای معاینه دندونش پیش استو اومده و یکی از دوستان استو هست. نفر سوم و بعدی فیلم داگ هست. اونا توی رستوران قرار میذارن تا با هم برن به پیش آلن و آلن رو برای مراسم ازدواج استو دعوت کنن. موقع پرواز استو برادر لورن نامزدش رو هم با خودشون به تایلند میبره. تدی به همراه استو در آمریکا زندگی میکنه. آلن که از تدی زیاد خوشش نمیاد هر جور شده میخواد توی سفر یکم اذیتش کنه. اونا به تایلند میرسن. به محض ورودش لورن استو رو در آغوش میگیره و بهش خوش آمد میگه. بعد پذیرایی و خوردن شام استو که میخواد با لورن تنها باشه، فیل به همراه دوست دخترش به دیدن استو میاد و ازش میخواد تا دور هم یک کوچیک مجردی بگیرن. اونا به لب ساحل میرن و نفر یه شیشه مشروب میدن بالا. در صحنه بعد میبینیم که فیل در یک اتاق از خواب بیدار میشه. اون در حالی که هنوز سرحال نشده به بیرون نگاه میکنه و آلن از روی تخت به زمین میفته و توجه فیل رو به خودش جلب میکنه. فیل و آلن در حالی که هیچی یادشون نمیاد به دنبال استو میگردن و استو در داخل وان حموم پیدا میکنن. استو وقتی از خواب بیدار میشه متوجه تتوی روی صورتش میشه. اون سعی میکنه که تتو رو پاک کنه. در همون لحظه است که یک میمون روی استو میفته و همشون رو شوکه میکنه و میترسن. تلفن فیل زنگ میخوره و پشت خط داگ هست. فیل ازش میپرسه مگه با ما نبودی و الان کجایی داگ؟ داگ میگه مگه فراموش کردین؟ من زود برگشتم و شما رو ترک کردم. آلن در لابلای پتوها چیزی میبینه و استو رو صدا میزنه تا ببینی چی هست. آلن بهش دست میزنه، مزه‌اش رو میچشه، اما وقتی میمون با دستش ضربه میزنه ناگهان چاو که دوست آلن هست از زیر پتو بلند میشه. اون موقع متوجه میشن که اون چیز عجیب بلبل چاو بوده. اونا از چاو میپرسن جریان چیه و اونا اونجا چی کار میکنن. چاو که میخواد ماجرا رو تعریف کنه قبلش یه مواد میزنه تا شارژ بشه، اما دچار ایست قلبی میشه. فیل که کنار چاو بوده نبضش رو چک میکنه، میبینه نبض نداره. برای همین از ترس اینکه مرگ اون دامنشون رو نگیره اونو میبرن داخل محفظه یخ ساختمون پنهان میکنن و استو ناگهان یادش میاد که تدی همراه اونا بوده و الان کجاست. برای پیدا کردن تدی به پشت بام میرن اما اونا اونجا پیدا نمیکنن. اونا در حالی که نمیدونن باید چیکار کنن توی خیابون راه میرن. داگ بهشون تماس میگیره و میگه پلیس تدی رو پیدا کرده. اونا به اداره پلیس میرن اما وقتی تدی رو میارن با یه راهبه پیر که قسم سکوت خورده مواجه میشن. اداره پلیس راهبه رو در حالی که مست بوده و مدارک تدی همراهش بوده دستگیر کرده. استو تلاش میکنه تا از راهبه اطلاعات بگیره که تدی کجاست. راهبه تنها سرنخی بود که استو رو میتونست به تدی برسونه. همراه مدارک تدی آدرس مغازه تتو کار رو پیدا میکنن. اونا وارد مغازه تتو میشن. استو که به خاطر تتو ناراحته ازش میپرسه چرا تتو روی صورت من زدی؟ اون میخنده و میگه خودت اصرار داشتی. بعدش از اینجا خارج شدید و کلی آشوب درست کردید. اون فیلم شب گذشته رو بهشون نشون میده. وقتی میبینن تدی خودش بلیزش رو به اون راهب داده، مدارک داخل لباسش بوده و اون راهبه اطلاعاتی از تدی نداره، اونو به محمد میبرن و با راهبه اعظم دیدار میکنن. اون راهبه بهشون میگه شما نیمه شب گذشته از روی دیوار به داخل پریدین و اونو بردین. استو میگه ما از اون شب چیزی یادمون نمیاد. راهبه میگه ما میتونیم کمکتون کنیم تا شما خاطراتتون رو به یاد بیارین. آلن که خاطرات گذشته خودش رو به یاد میاره داخل این خاطرات به شب گذشته میرسه، به بار مشروبات الکلی که با تدی اونجا رفته بودن. اونا میرن با خانم فروشنده صحبت میکنن تا خبری از تدی بگیرن، اما خبری نداره و میگه شما دیشب با همراه یه پسر نوجوان به اینجا اومدین. تو با من رابطه برقرار کردی و خیلی هم راضی بودی. استو که به لورن وفادار خودش رو سرزنش میکنه.
میگه زیاد ناراحت نباش، تو انقدر خوب کارتو انجام دادی که من نفتم رو داخل تانکرت خالی کردم. استو میپرسه چطور، تو مگه نفتکش داری؟ که اون لحظه لخت میشه و میبینه باید دو جنسه خوابیده. اونا بیرون میان که پدر لورن به استو تماس میگیره تا گوشی رو به تدی بده. استو که نمیدونه چی بگه، فیل گوشی رو میگیره که یه موتور سوار به فیل ضربه میزنه و میمون رو ازشون میدوزه. فیل به دنبالشون چند قدمی میدوه که اونا به دست فیل شلیک میکنن. بعد از مرخص شدن فیل، آلن اعتراف میکنه که این ماجرا به خاطر اون بوده. اون میخواسته تدی رو چیزخور کنه اما اشتباهی رخ داده و همشون چیزخور شدن. استو با آلن درگیر میشه اما فیل اونا را از هم جدا میکنه. در صحنه بعد اونا به هتل میرن که مرد ناشناس اونا رو به دیدن رئیسش میبره. اون پلیس اینترپوله که به دنبال مافیای مواد مخدر میگرده و از استو استفاده میکنه تا به چاو برسه و چاو یک کد انتقال پول همراهشه که اونو باید به ما بده و شما باید چاو رو برای ما بیارین. اونا به سراغ چاو میرن که چاو ناگهان از محفظه یخ بیرون میپره و به اونا حمله میکنن. فیل به زحمت اون رو کنترل میکنه تا آروم شه. استو ماجرا رو تعریف میکنه که ما باید اون رمز رو ببریم تا تدی آزاد شه. چاو میگه این خیلی ساده است، ما فقط کافیه بریم خونه تا رمز رو از داخل جلیقه میمون برداریم. اونا ماجرا رو تعریف میکنه و میگن که میمون رو ازشون دزدیدن. در ادامه اونا برای دزدیدن میمون به محل خلافکارا میرن تا میمون رو که باهاش مواد مخدر میفروختن بدزدن، اما میمون جیغ میزنه و اونا مجبور میشن فرار کنن و طی یک تعقیب و گریز موفق میشن رمز رو به دست بیارن و از دست اونا فرار کنن. اونا به هتل برمیگردن و بعد از انتقال پول پلیس چاو رو دستگیر میکنه. استو که منتظره تا تدی رو تحویل بدن، کارگاه اینترپول میگه تدی پیش ما نیست، ما از اون فقط به عنوان تومه استفاده کردیم تا به چاو برسیم. استو به همراه آلن و فیل در کافه مشغول فکر کردن هستن که چطور باید این مشکل رو حل کنن. آلن مشغول بازی کامپیوتری هست که برق قطع میشه و این باعث میشه که استو یادش بیاد که تدی داخل آسانسور آپارتمان چاو که برق قطع شده بود گیر کرده بود. اونا به آپارتمان چاو میرن و آسانسور رو باز میکنن و تدی رو بیرون میارن و بعد با قایق تندروی چاو به سمت مراسم ازدواج حرکت میکنن. دوستان گلم، اگر از این ویدیو خوشتون اومد خوشحال میشم که کانال رو سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید.